سلام به شما دانش آموزان عزیز، وقت شما بخیر. امروز هم با یک بحث جدیدی از ریاضی چهارم در خدمت شما بچه‌های گلم هستم. قبل از اینکه درس شروع کنم خدمتتون عرض کنم که محمد قربانی هستم، مدرس ریاضی پایه‌های ابتدایی. خوشحال میشم که کانال من توی یوتیوب سابسکرایب کنین، لایک کنین و به دوستان خودتون معرفی کنین تا اونا هم بتونن از مطالب ما استفاده کنن. خب بریم بحث امروز رو شروع کنیم. میخوام امروز راجع به ضرب مساحتی بچه‌ها با هم دیگه کار کنیم. یکی از مثالایی که راجع به این ضربه من خدمتتون بگم، فرض کنیم به ما گفتن 46 ضرب در 25. خب اینو به ما گفتن به روش مساحتی با باز کردن عامل اول. خب عامل اول یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی این ضرب اولی 46. عامل اول، عامل دوم. اینجا به ما گفته این ضرب به روش مساحتی حل کن و عامل اولش رو باز کن. خب وقتی میگه مساحتی ما باید بریم روی شکل اجرا کنیم بچه‌ها. اینجا من میام شکلشو میکشم، چون گفته عامل اول بچه‌ها ما روی طول میگیریم، عامل دوم روی عرض میگیریم. خب گفته با باز کردن عامل اول، پس 46 رو باز میکنیم. اینجا میذارم 40، اینجا هم میذارم 6. خب عامل دوم هیچی نگفته، چون هیچی نگفته خودشو میذاریم اینجا 25. گفتم عامل اول روی طول، عامل دوم روی عرض. آفرین. خب بچه برای که اشتباه نکنیم میام شکلمون رو شماره گذاری میکنیم. الان اینجا شده یه مستطیل اینجا، یه مستطیلم اینجا. من 2 تا شکل دارم، درسته؟ آفرین. خیلی راحته. خب اول میرم شکل اولی ما حل میکنم. پس اینجا شماره میزنم، همین شماره 1 که اینجا داشتم. میخوام شماره 1 رو با هم دیگه حل کنیم. خب شماره 1 طول و عرضش مشخصه، پس مساحتش رو به دست میارم. میشه 40 ضرب در 25. خب با هم دیگه ضرب میکنیم. برای که اشتباه نکنیم صفر اولش از اول میذارم. 4 5 تا 20 تا، دوش اینجا 4 2 تا 8 تا، اینم 2 تا 10 تا. پس شد عامل اولمون شد که این ضرب اولمون 1000. پس اینجا من میذارم 1000. شماره 1 من شد 1000. خب میریم شکل 2 رو حل میکنیم. شکل 2 چنده بچه ها؟ آفرین. اینجا که 6، اینم چنده؟ اینجا داریم 25. پس میگیم 6 ضرب در 25. خب با هم دیگه ضرب کنیم. 6 5 تا 30 تا، 3 اینجا، 6 2 تا 12 تا، اینم 3 تا 15 تا. پس عامل دومونم به دست اومد 150. حالا با هم دیگه جمع میکنم. 1000 تا، اینم 150 تا، میشه 1150 بچه ها. درست شد؟ پس اینجا جواب ما شد 1150. 0 و 0، 5 1 و 1. این به روش مساحتی با باز کردن عامل اول. درست شد؟ خب حالا بریم عامل دوم. یه مثال برای
عامل دوم بگم با باز کردن عامل دوم. خب فرض کنین مثلا بگن 61 ضرب در 75. خب گفته به ضرب مساحتی به روش مساحتی با باز کردن عامل دوم. عامل دوممونم اینجا 75. خب گفتیم عامل اول روی چی بود؟ طول. عامل دوم روی عرض. آفرین. خب دوباره پس من همون شکل رو میکشم. عامل اول که هیچ دست نزدیم، درسته؟ روی طول بود، پس اینو خودشو میذارم 61. عامل دوم 75. 70 به اضافه 5 بیشترش میشه 70، قسمت کمترش هم 5. 70 اینم چی؟ 5. بازش کردیم 75. درست؟ آفرین. خب حالا چیکار میکنم؟ برای اشتباه نکنم من اینجا یه مستطیل دارم و اینجا هم یه مستطیل. شروع میکنیم با هم دیگه. اول شکل شماره 1 رو حساب کردن. مساحت مستطیلمون رو طول ضرب در عرض میکنیم. خب میگیم 70 ضرب در 61. خب صفرشو برای اشتباه نکنیم اما اول میذاریم. میگیم 7 یکی 7 تا، 7 6 تا 42 تا. شد چند بچه ها؟ 4270. پس عامل اولمون شد 4270. بریم عامل دومو. عامل دوم 5 ضرب در اینجا از کجا به دست میاد؟ آفرین، این بالا داریم. پس میگیم 5 ضرب در 61. درسته؟ خب حالا با هم دیگه میگیم 5 یکی 5 تا، 5 6 تا 30 تا. شد 305. عامل دوم بچه ها شد 305. حالا این دوتا رو با هم دیگه جمع میکنیم. 5 7 2 3 5 4. جوابمون شد 4575. اینم با روش مساحتی با باز کردن عامل دوم. خب آفرین. حالا میخوام دوتا عامل رو بیارم روی همدیگه، یعنی هر دوتا رو با همدیگه باز کنیم. درست شد؟ ببینیم چی میشه. پس به روش مساحتی با باز کردن عامل اول و عامل دوم، هر دوتا عامل فرض کنیم بگن 28 ضرب در 86. درسته؟ خب حالا اینجا میخوام به روش مساحتی با باز کردن دوتا عامل انجام بدیم. خوب دقت کنید. اینجا باز میام شکلمو میکشم. بچه عامل اول روی چی بود؟ بگیم آفرین، روی طول. عامل دوم روی عرض. پس من روی طول میگیرم 28. 20 تا اینجا، 8 هم اینجا، 28. عامل دوم روی عرض میگیریم 86. 80 تاش بالا، 6 تا هم پایین، 80. اینم 6. درست شد؟ خب حالا برای اشتباه نکنیم باز میام شکل‌ها رو شماره گذاری میکنیم. این شکل اون مثلا شماره 1، این 2، اینجا 3، اینجا 4. برای که اشتباه نکنیم شماره گذاری کنیم که گیج نشین. حالا به ترتیب فرض میکنیم اصلا اینا هیچ کدوم نیستن، فقط شماره 1. خیلی راحت. پس اینجا میگم 1، میام شماره 1 و اینا هیچ کدوم نیستن. 80 ضرب در 20. 80 ضرب در
20. بچه ما به صفراش کاری نداریم برای راحت باشیم. خب برای که اشتباه هم نکنیم یه صفر این داره یه صفر این، اما اول دو تا صفرها میذارم سمت راست. حالا میگم 2 8 تا 16 تا. پس مساحت شکل اولمون رو به دست آوردیم 1600. این تمام. میرم شماره 2 رو انجام میدم. شماره 2. خب شماره 2 فرض میکنه باز اینا هیچ کدوم نیست. اینجا 8، اینجاش چنده؟ 80. اینجا مشخصه. آفرین. خب پس میشه 80 ضرب در 8. یه صفر داره بچه ها، صفرشو میذارم. 8 8 تا 64 تا. یه عامل دوم. میرم عامل سوم. فرض میکنم این نیست، اینم نیست، اینم نیست، فقط اینه. یک عرض 6 طولش اینجا روبروش هست. چند؟ 20. آفرین. پس میگم 6 ضرب در 20. صفرش هم اول میذارم اشتباه نشه. 2 6 تا 12 تا. یه عامل سوم. عامل چهارم انجام میدم. اینا دیگه هیچ کدوم نیستن، فقط همین تیکه کوچیک اینجاه. خب 8 داریم اینجا و اینجاش هم که 6 داریم. 6 8 تا 6 ضرب در 8. 6 8 تا 48 تا. آفرین. خب بچه‌ها 4 تا عامل رو به دست آوردیم. حالا با هم دیگه جمع میکنیم. 0 و 0 و 0 8 میشه خود 8. 4 و 2 6 6 و 4 10. صفرشو میذارم. یه بسته 100 تایی داره میره بالای 100 تایی ها. 6 و 1 7 7 و 6 13 13 و 1 14 14 باز یه بسته 1000 تایی دارم اینجا میشه 2. میشه 2408. پس 28 ضرب در 86 میشه 2408. اینم به روش مساحتی با باز کردن هر دو تا عامل. انشالله که خوب گوش کرده باشین. یه مقداری بچه ها تمرین رو تکرار کنین. چند تا برای خودتون بنویسین با عامل اول، با عامل دوم، با دو تا عامل. به راحتی یاد میگیرین. نگران نباشین. خدا نگهدار.